خیلی از سازندگان موقع انتخاب سنگ یا سرامیک به چیزی که چشم رو بگیره فکر میکنن، اما این اشتباه. لابی اولین جاییه که مشتری شما میبینه و با دیدن لابی پی به کیفیت متریال کار شده در ساختمان شما میبره. یا واحد شما رو میخواد یا کلا کنسله. اگر فضای لابی شما بزرگه، توصیه من اینه که از سرامیک های پولیش یا نانو پولیش ما استفاده کنید. این انتخاب علاوه بر اینکه نور رو بازتاب میده، شکوه و عظمت بیشتری هم به پروژه شما میبخشه. برای لابی هایی که تردد بیشتری دارن، بهتره که از سرامیک های مات یا دارای بافت استفاده کنید که از لغزش جلوگیری کنه. برای فضاهای کوچک حتما از رنگ‌های روشن استفاده کنید تا فضا رو بزرگتر نشون بده. ولی اگر به دنبال فضای لوکس و شیک هستین، حتما سراغ رنگ‌های تیره برید. یادت باشه برای انتخاب متریال لابی صرفاً زیبایی ملاک نیست. عملکرد و دوام اون متریال هم در پروژه بسیار حائز اهمیته. تو هم میتونی با مراجعه به بازار صنعت ساختمان فتوحی لابی شیک و با دوامی داشته باشی.